یه مسئله خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم در مورد 2 قرص که بسیار حیاتی هستند. اگر سابقه بیماری قلبی یا بیماری سکته مغزی در خانواده دارید، 2 قرص هست که حتما اگر توی خونه داشته باشید میتونه از یک فاجعه جلوگیری بکنه. بیماری سکته قلبی. اگر بیماری در منزلتون دچار درد قفسه سینه خیلی شدید یا درد زیر جناق که همراه با مثلا تعریق، تنگی نفس بود یا اینکه درد به دست چپش میزد یا به پشتش یا به فکش میزد، اینا میتونه علائم سکته قلبی باشه. پس بسیار مهمه. 2 قرص هست که میتونن از عوارض بعدی این سکته قلبی جلوگیری بکنن. اول قرص آسپرین. آسپرین بچه یا همون آسپرین 80. اگر در منزل داشتید 4 قرص رو با هم بخورید. اگر آسپرین 100 داشتید 3 رو با هم بجویید. و اگر آسپرین 325 داشتید یه دونش رو حتما بخورید. دومی پرل های TNG است. یه چیزای گرد به صورت ژلی و قرمز رنگ که استفاده زیر زبونی دارن. حتما یه دونش رو بذارید زیر زبونتون و سریعاً با اورژانس تماس بگیرید. این باعث میشه که از عوارض بعدی سکته قلبی جلوگیری بشه و بیمارتون نجات پیدا کنه. حتما جدی بگیرید.